آیا تا به حال در مورد تاریخچه مسجد نبوی معلومات دارید؟ آیا تا به حال در مورد حقایق داخل مسجد نبوی معلومات دارید؟ برای دانستن جوابات فوق با ما همراه باشید. مسجد نبوی یا مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم یکی از 3 مسجد مهم مسلمانان به شمار می رود. مسجد نبوی پس از مسجد الحرام با فضیلت ترین مسجد دنیاست. مسجد نبوی مسجد تاریخی است که در سال اول هجری توسط حضرت محمد و با همراهی مهاجرین و انصار که از جمله صحابه کرام به شمار می رود ساخته شد. این مسجد در شرق شهر مدینه یکی از شهرهای کشور عربستان موقعیت دارد. پیامبر خدا درباره مسجد نبوی فرموده: یک نماز در مسجد من بهتر از 1000 نماز در دیگر مساجد است. مسجد النبی افزون بر جای عبادت مسلمانان صدر اسلام جای برای گردهمایی ها و جماعت بود و در انسجام و اتحاد مسلمانان نقش مهم را ایفا می‌کرد. در این مسجد تصمیم گیری های مهم سیاسی انجام می‌گیرد و پیامبر خدا از این مسجد همچون مرکز برای اداره حکومت و برگزاری جلسات سیاسی، نظامی و اجتماعی استفاده می‌کرد. از بناهایی که همزمان با ساختن مسجد نبوی احداث شد، 2 حجره یا به تعبیر امروزی 2 خانه‌ای بود که در دیوار شرقی مسجد قرار داشت. این 2 خانه برای سکونت رسول خدا و همسرانش ساخته شد. بعدها بر تعداد این خانه ها افزوده شد. اصحاب دیگر که هر کدام توانایی داشتند، خانه‌ای در کنار مسجد ساختند. خانه‌های آنها درهایی به مسجد داشتند که در وقت نماز از همان در وارد مسجد می‌شدند. اما در سال 3 هجری دستور داده شد تا این درها بسته شود. بجز از در خانه حضرت علی که باز بود. مساحت اولیه مسجد نبوی 35 متر طول و 30 متر عرض داشت که مجموعاً 1050 متر مربع می شد. در مرحله اول بخشی از مسجد جهت سکونت فقرا اختصاص داده شد. آنها مورد توجه خاص رسول الله بودند و مسلمانان دیگر برای آنها غذا می آوردند. آنها در وقت نماز اولین صف را تشکیل می دادند و در میدان جهاد از پیشتازان بودند. آنها پس از مدت به اصحاب صفه معروف شدند. یکی از بهترین نقاط مسجد نبوی مرقد پیامبر خداست. مرقد رسول خدا در زمان خلیفه دوم در اتاق کوچک قرار داشت.
و تا زمان توسعه مسجد در عهد حضرت ولید به همان شکل باقی ماند. در آن زمان قسمت شرقی مسجد توسعه یافت. مرقد مطهر در مسجد قرار گرفت و گرد آن یک پنجزولی کشیده شد. اکنون محدوده اجره دایره که مرقد رسول خدا نیز در آن قرار دارد 240 متر مربع مساحت دارد. یکی از مکان‌های مقدسی که در مسجد قرار دارد محل منبر رسول خداست. در روایت نقل شده که پیامبر خدا در آغاز با تکیه به درخت خرما به ایراد خطبه می پرداخت. یکی از اصحاب پیشنهاد ساختن منبر را داد تا این که مردم هم او را ببیند و هم آن حضرت از ایستادن خسته نشود. در داخل مسجد مکان وجود دارد که به نام باب جبرائیل یاد می شود. این دلالت بر این می کند که رسول خدا در داخل آن با جبرائیل علیه السلام ملاقات کرده و سخن گفته و از این رو به باب جبرائیل نامگذاری شد. یکی از درهای مهم مسجد در زمان خلیفه دوم ایجاد شد باب النساء است که هنوز هم به همین نام شهرت دارد که برای رفت و آمد زنان ساخته شده بود. بنای نخستین مسجد و توسعه های بعدی آن تا زمان حضرت ولید بن عبدالملک هیچ گونه منار در مسجد وجود نداشت. در آن زمان مؤذن تنها بر بام مرتفع قرار می گرفت و ندای آذان سر می داد. تا اینکه در زمان حضرت ولید بن عبدالملک 4 منار بر 4 گوشه مسجد ساخته شد. این منارها در گذر زمان جای خود را به منارهای مستحکم و بزرگتر دادند. در حال حاضر منارهای دیگر نیز بر آن افزوده شده است. پیامبر خدا در مورد مسجد نبوی فرموده است: میان قبر من و منبر من باغی از باغ‌های بهشت است و منبر من بر دریچه از دریچه‌های بهشت می باشد. آیا تا به حال از مسجد نبوی دیدن کرده اید؟ لطفاً کامنت کنید. با سپاس از اینکه تا پایان با ما همراه بودید.